هموطنان عزیز، همه شما و همدیاران برون مرزیمان را به افتخار جشن مقدس و بزرگ ملی 32 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تبریک میگویم. این رویداد بزرگ در تاریخ بیش از 6000 ساله ملت تاجیک و سرنوشت مردم ما گردش کلی با وجود آورده. با شرافت آن ما صاحب دولت صاحب اختیار گردیدیم. استقلال و آزادی برای ما رمز واقعی افتخار از وطن و وطنداری، بزرگترین امکانیت دولت سازی و دولتداری مستقل، الهام بخش عزم و تلاش های سازنده به خاطر تامین نمودن رشد دولت، آبادی وطن، زندگی آسایشته مردم تاجیکستان و بلند برداشتن سطح زندگی هر یک عائله کشور می باشد. امروز از تاریخ پر افتخار دولت صاحب استقلالمان در ظرف 32 سال سپری شده خوب مشاهده می گردد که این مرحله در مقایسه با تاریخ باستانی خلقمان مهلت چندان طولانی نیست، ولی با مقیاس کارهای در این مدت عملی گردیده کم نظیر به حساب می رود. تاجیکستان عزیز ما بعد اعلان استقلالیت راه بنیاد دولتداری نوین ملی را پیش گرفته. در شرایط بسیار حساس و فاجعه بار، یعنی جنگ تحمیلی شهروندی، صاحب رمزهای دولتی گردید که معرفگر دولت تازه استقلال ما در عرصه بین المللی و باعث افتخار هر یک شهروند کشور می باشند. امروز از تاریخ پر افتخار دولت صاحب استقلالمان در ظرف 32 سال سپری شده خوب مشاهده می گردد که این مرحله در مقایسه با تاریخ باستانی خلقمان مهلت چندان طولانی نیست، ولی با مقیاس کارهای در این مدت عملی گردیده کم نظیر به حساب می رود. تاجیکستان عزیز ما بعد اعلان استقلالیت راه بنیاد دولتداری نوین ملی را پیش گرفته. در شرایط بسیار حساس و فاجعه بار، یعنی جنگ تحمیلی شهروندی، صاحب رمزهای دولتی گردید که معرفگر دولت تازه استقلال ما در عرصه بین المللی و باعث افتخار هر یک شهروند کشور می باشند. همزمان با این ما با مقصد ارزشگذاری به حافظه تاریخی و گذشته پر افتخار خلقمان، ارزش‌های دولتداری و سنت‌های تمدن‌سازی نیاگان خود از جمله دولتداری سامانیان را احیا نمودیم. خاطرشان می‌سازم که راهی در مدت بیش از 13 ساله طی کرده ما پر از شیب و فراسا بود. مردم شریف تاجیکستان توانستند استقلال دولتی خود را از فتنه و دسیسه بدخواهان داخلی و خارجی ملت تاجیک و دولت تاجیکان صادقانه حفظ نمایند. با جنگ تحمیلی شهروندی خاتمه بخشیده، صلح و ثبات و وحدت ملی را در کشور برقرار سازند. یعنی تاجیکان همچون ملت کهن‌بنیاد توانستند که مانع و مشکلات ایجاد کرده دشمنان خود را با عزم قوی
و اتحاد و سرجمی برطرف کرده. در روزهای خیلی دشوار و سرنوشت‌ساز زیر پرچم استقلال و آزادی متحد گردیده دولت خویش را به روزهای آسوده و آباد رسانند. در روندی از خطر نیستشوی رهایی بخشیدن دولت تاجیکان و از پراکندگی نجات دادن ملت تاجیک سال 1993 یکی از رکنهای مهم دولتداری ارتش ملی تأسیس داده شد که امروز 30 سالگی این صحنه تاریخی را تجلیل می نماییم. همچنین در یک مدت کوتاه با وجود مشکلات زیاد اقتصادی و مالیوی آن روزها فعالیت ساختارهای فلج شده حاکمیت دولتی و مقامات حفظ حقوق برقرار کرده شد. قابل ذکر است که طی دوران صاحب استقلالی کشور ما با تلاش و زحمت صادقانه و وطن دوستانه مردم سربلند تاجیکستان به دستاوردهای بی‌سابقه نائل گردید. با تکیه به عنعنه‌های قناعتمند خلقمان و برای رای پرسی عمومی خلقی قبول شدن اولین کنستیتوسیای دولت صاحب استقلال تاجیکان از جمله نخستین دستاوردهای بود که مردم ما هنوز در ایام بسیار حساس و وزنین جنگ تحمیلی شهروندی با آن موفق گردیدند. حکومت مملکت در اساس این سند تقدیرساز و پیشبرد سیاست اجتماعی آغاز نمود. امروز ثمره های واقعی این سیاست در تمام ساحه‌های اجتماعی از جمله تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، مهنت و شغل اهالی، کار با زنان و عائله، جوانان، ورزش و دهها سمت‌های دیگر و مهمتر از همه در سطح و صفت زندگی مردم مملکت به طور واضح مشاهده می‌گردند. در سالهای استقلال دولتی رشد معارف، علم و فرهنگ در سیاست دولت و حکومت تاجیکستان سمت افضلیتناک اعلان گردید. در ظرف بیش از 13 ساله مردم ما توانستند که بهترین ارزش‌های ملی خود را زنده سازند. خودشناسی و خودآگاهی ملی را به پایه بلند برداشته نه تنها فرهنگ بی‌نظیر خود را احیا نمایند بلکه آن را به طلبات دولتداری نوین خود و با واقعیت جهان معاصر مطابق ساخته در عرصه بین المللی به طور شایسته معرفی نماید. تاجیکان نه تنها ملت تاریخاً شهرساز و شهرنشین می باشند بلکه همچون پیشقدمان تمدن زمینداری و کشاورزی اعتراف شدند. بعد به دست آوردن استقلال دولتی در کشور ما اصلاحات کلی ساحه کشاورزی از جمله اصلاحات زمین عملی گردیده. فعالیت ساحه به شرایط دوران معاصر مطابق گردانیده شد. امروز باغ و کشتزارهای سرسبزی که با زحمت کشاورزان و صاحبکاران وطنی با استفاده از تکنولوژی‌های اینواتسیونی بنیاد و آباد شدند، نه تنها برای رسیدن به یکی از هدفهای استراتژی کشور حفظ امنیت آزقواری سهم بزرگ می‌گذارند بلکه به سرزمین بیشتاسای ما حسن تازه می‌بخشند. در دوران صاحب استقلالی رشد صنعت و گذشتن از کشور اگروی و صنعتی به صنعتی و اگراری و صنعتی کنانی با سرعت کشور نیز هدف دیگر استراتژی ملی اعلان گردید.
با مقصد عملی نمودن این هدف در مملکت تا امروز صدها کارخانه خود و بزرگ صنعتی بنیاد شدند و ساختمان با صدها انشاءات استحصالی ادامه دارد. این روند علاوه بر اینکه صنعت کنانی با سرعت کشور را تامین می نماید، از جانب دیگر با تشکیل ده ها هزار جای نوی کاری مساعدت می کند که در حل مسئله های اجتماعی سهمی بزرگ به حساب می رود. ما برای تامین نمودن رشد دولت صاحب استقلال خود ده ها انشاءات نوی انرژتیکی از جمله دو نیروگاه عظیم بنیاد کرده هزارها مگاوات اقتدارهای علاوه‌ای را به کار انداختیم. علاوه به انشاءات بزرگ عصر نیروگاه برقی آبی راغون، نیروگاه‌های برقی آبی عمل کننده را تجدید و از نوسازی کرده ایستاده ایم و تصمیم داریم که در آینده نزدیک باز یک هدف استراتژی ملی استقلال انرژتیکی کشورمان را تأمین نماییم. در این راستا ما هزارها کیلومتر راه و شاهراه و پلها را طبق معیارهای بین المللی بنیاد کرده تاجیکستان سه پارچه را به قلمرو واحد و کشور ترانزیتی تبدیل دادیم، یعنی آن را از بنبست کمیونیکاسیونی رهایی بخشیده هدف استراتژی در این سمت اعلان کرده مان را اجرا نمودیم. پیشبرد سیاست درهای گشاده در زمان صاحب استقلالی به ما امکان فراهم آورد که با همه دولت‌های جهان و سازمان‌های با نفوذ بین المللی رابطه‌های دوستی و همکاری‌های متقابلاً سودمند را برآوریم. امروز تاجیکستان در عرصه بین المللی به صفت دولت تشبثکار و پیشصف در حل مشکلات گلوبالی وابسته به آب و اقلیم اعتراف گردیده است. باعث افتخار مردم شریف تاجیک است که تا به حال 5 تشبث تاجیکستان از جانب جامعه جهانی یعنی سازمان ملل متحد دستگیری و جانبداری یافته در مقیاس جهان عملی گردیده ایستاده است. هموطنان عزیز ما از وضع جهانی معاصر از جمله یراقناک شوی با شتاب تا وسعت گرفتن جنگ سرد، تهدید و خطرهای نوی جهانی از قبیل تروریسم و افراطگرایی، رادیکالیسم دینی، استحصال و قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های کیبری و دیگر جنایتکاری‌های متشکل فراملی خوب آگاهی دارند. در چنین شرایط ما را ضرور است که دایر به حفظ امنیت ملی که شرط مهمترین استواری دولت و زندگی آسوده مردم می باشد بیش از هر وقت دیگر سعی و تلاش نماییم. یعنی ما باید همیشه هوشیار و زیرک و در راه حفظ دولت و دستاوردهای زمان استقلال، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی آماده باشیم. ما باید دائم سرجم و متحد باشیم. وطن عزیز خود را صدقاً دوست داریم و همه کوشش و امکانیت‌های خود را به خاطر رشد دولتمان و آبادی سرزمین اجدادیمان روانه سازیم. مهمترین نشانه وطن دوستی هر یک فرد افتخار از دستاوردهای دولت صاحب استقلال تاجیکان و تلاش به خاطر تحکیم منبعده آنها می باشد. هر شخصی که خود را صاحب وطن می داند و مفهوم‌های استقلال و آزادی را مقدس می شمارد باید همه اندیشه و عمل خود را
با آن روانه سازد که آمادگی به هر یک جشن استقلال بخصوص 35 سالگی این رویداد سرنوشت‌ساز با مرحله نوی بالاروی احساس خودشناسی، افتخار ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و وسعت سازندگی و آبادکاری مبادل گردد. من به ننگ و ناموس ملی، عزم و اراده قوی و کوشش و تلاش های وطن دوستانه مردم شرفمند تاجیکستان و مخصوصاً جوانان وطن دوست و غیور آن اعتماد کامل دارم. دلپرانه اظهار می دارم که ما همه یکجا با اتحاد و سرجمعی خرد و بزرگ مملکت و با زحمت سازنده کشور عزیزمان را در آینده نزدیک از امروزه دیده آباد و زیبا و دولت صاحب استقلال ما را نیرومند و پیشرفته می‌گردانیم. نفوذ و آبروی آن را در عرصه بین المللی باز هم بلند می‌برداریم. بار دیگر 32 سالگی جشن مقدس و بزرگ استقلال دولتی را به مردم سربلند تاجیکستان و هموطنان برون مرزی صمیمانه تبریک گفته به هر یک خاندان کشور فرح و شادمانی، روزگار آسوده و اقبال نیک آرزو می نمایم. جشن استقلال و آزادی مبارک باشد هموطنان عزیز.